سلام دوستان، الان دیگه سپیدی صبح شب یلدا است و من در فکر نوعی خیانت دوستان بودم. از این رو یه قطعه شعر نوشتم تقدیمتون میکنم. تمام حاصل آن عمر 30 ساله همه یک جا با اخلاص درون دست یک انسان نما با شوق گذاشتم من و 30 سال خون دل خوردم، ولی هر آن فرو بستم من دم را که شاید دوست دلگیر گردد از احوال من، شاید طلبکاری کنم از او. از این رو دم فرو بستم و می گفتم به فکرم هست و بازم می دهد هر آن امانت را که شکل قرض به او دادم. مگر نگفتند بالاتر از صدقه نشیند قرض. گذشت 30 سال من ناچار، همی با شرم کمی ترسان، مبادا گرددم دلگیر، سبب یک واسطه خواستم. سفارش کردمش طوری بیان تا که مبادا بشکند ارزش. خیالم جملگی این بود فراموشی و مشغولی مرا کم رنگ ذهن دوست بنموده. به یک آن وای گویان دو پا دارد، دو پا قرض و برای معذرت آید. چسان افکار منحوسی درون ذهن پروردم. خیالم بود همان شب او سراسیمه یپا لخت و یپا جوراب، به سر نیپا برای راه دلجویی بیاید نزد من، لیکن تمام خانه را تطهیر گرداندم، مبادا سرزده آید. عجب خام خیال بودم که یک 30 روز خود طی شد. کلام آخرم گویم به چشم خود مضمون باش، خیانت می کند روزی به چشم دیگرت، گر تو به اطمینان نگاه کردی در آینه. به چشم دیگرت گر تو به اطمینان نگاه کردی در آینه. متشکرم.